درس گذشته خواهران عزیز در سوره جن ما آمده رسیدیم تا آیت 17 درباره اینکه اگر بنده ها نزد پروردگار سر اطاعت فرود آورند و همانگونه که باید بندگی کنند بندگی خود را انجام دهند، پروردگار برای آنها تمامی برکت های زمین و آسمان را می باراند و از نزد خود آنها را به نیاز و ثروتمند می کند. درباره این با هم صحبت کردیم و با توفیق پروردگار یگانه از آیت 18 تا آخرش انشاءالله در این درس تفسیر سوره جن رو می گیریم. در آیت 18 الله می گوید و ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا، و بدانید که مسجدها از آن الله هستند. هر عبادتگاهی که بنیاد کرده می شود آن از آن الله است و در مسجد بجز پروردگار کسی را شما پرستش نکنید. این یک معنای تفسیر است که مسجد جای عبادت الله یگانه است. مسجد جای ثنا و حمد گفتن به پروردگار یگانه است. مسجد جای تعریف کردن و توصیف کردن الله یگانه است. در مسجد کسی دیگری را، در مسجد چیزی دیگری را همراه الله شریک نکنید. کسی را بجز الله در مسجد عبادت نکنید. معنای دیگرش که دویم تفسیر رو هم آوردن، میگویند این از عطا ابن رباح روایت شده است که از شاگردان عبدالله ابن عباس هستند. میگویند مسجد به معنای سجده شما، یعنی هر یک بنده چگونه که در حدیث آمده است پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند من امر شدم با 7 اعضای بدنم سجده کنم، با هر دو زانو، با هر دو پای، با هر دو دست و با چهرم. و اینجا الله میگوید با این اعضای بدنت سجده را یگانه به الله کن. و ان المساجد لله به معنای تمام سجده ها از آن الله یگانه است. تمام تعظیم ها، تمام سر ذلت پایان آوردن ها باید به الله یگانه باشد. و خداوند امر میکند که بجز من نزدیک کسی شما سرخم نکنید، بجز من نزدیک کسی شما رکوع و سجده نکنید. سجده های شما به کی باشد؟ به الله یگانه باشد. و از روی تعظیم هم اکثریت سوال خواهرها در این است که آیا سلامی که عروسان در توی ها میدهند سر را خم میکنند مثل رکوع میشود، آیا این جایز است یا نه؟ این از روی تعظیم است، ولی از روی تعظیم باشد هم مادامی که حتی به پیامبر صلی الله علیه و سلم روانه بود و پیامبر اجازه ندادن و یگان از صحابه ها در نزد پیامبر حتی تعظیم نکرده است، فقط السلام علیکم میگفتند، نباید یگان مسلمان در نزد یگان انسانی دو پایه در دنیا و در نزد یگان چیزی کی نباشد هم چی نباشد هم سر ذلت یا حتی از روی احترام تعظیم کند. و این از عزت مسلمان است که خداوند میگوید ای بنده من تعظیم تو باید به یگانه من باشد، یعنی تعظیمت را فقط به من کن، سجده هایت را فقط به من کن. امروز میبینید بت پرست ها در نزد هیکل هایشان که انسان های صالح و دیگر استادشان بود سرخم میکنن، تعظیم میکنن، زانو میزنن. بت پرست های هندوها هم بعضی آدم پرست ها چی در کشورهای ما باشد در کشورهای دیگر در نزد یک انسانی دو پایه اون هم یک انسان صالح باشد چیزی دیگر، اکثریت در نزد ظالم و فاسقان رکوع میکنن و سجده کردن کمی مانده است دیگر رکوع میکنن. باز گروه دیگری هم هستند که در نزد استادشان فرقه الصوفیا این گونه هست، تماما سر خم فرود میآورند و حتی عقیب راه میروند که اینها همش چی است؟ همش نمود از عبادت. اگرچه گوید احترام است، این نمود احترام را الله اجازه نمیدهد، پیامبر الله برای خود اجازه نداده بودن، ممکن نیست. پس و ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا، مسجدها از برای الله هست، مسجدها جای عبادت الله هست. عبادتهایتان را و سجده هایتان را یگانه به الله تنها انجام دهید. فلا تدعوا مع الله احدا، کسی را در بزرگی، در فعلها، در تعظیم، در
ترس و در ذلت و خواری به الله برابر نکنید. و در دوامش الله میگوید و انه لما قام عبدالله یدعوه کادوا یکونون علیه لبدا. و وقتی که بنده الله یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم در بازار اوکاز همراه جمع از صحابه ها در عبادت پروردگار بودن، گروه از جن ها، چون سوره درباره جن ها هست، الله میگوید بالای همدیگر برآمدند تا اینکه بشنوند که پیامبر چی میگوید. یعنی نزدیک بود همه بالای هم برآمده بیافتند از شوق آنه که بشنوند که پیامبر چی میگوید. قل انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا. اینجا در تفسیرش آمده است که گروه از مشرکین نزد پیامبر آمده میگوید ای محمد، بیا تو از دین خود دست کش و همراه ما باش و ما به تو پناه میدهیم، ما به تو کمک میکنیم. یعنی مشرکان و دشمنان دین و کفار همیشه یک راهی فریب دادن انسان‌های یکتاپرست مسلمان را در این چیز می‌بینند. می‌آیند و می‌گویند تو از این راهت برگرد، ما همراه تو می‌شویم. وقتی اذیت مشرکان در مکه زیاد بود و می‌دانید که نزدیک به 3 سال بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم همراه صحابگان، همراه کودکان میده، همراه خدیجه همسر وفادار خود از گرسنگی، حضرت علی میگویند بعضی ما همان گونه که بوز و گوسفندهای علفخور قضای حاجت میکند، این گونه قضای حاجت میکردیم، از اینکه چیزی نمیخوردیم. همه گرسنه بودن، حتی برگ درخت یافته رو هم میخوردن و این چونین با سنگ زدن و اذیت و کشتن و دیگر عذابهای مشرکین زیاد بود. به نزد پیامبر آمده پیامبر رو خریدنی میشوند. خیلی گفتم این همیشه نقشه کفار است که مسلمان ها باید در اینجا زیرک باشید. وقتی به شما یک منافق و کافر میگوید تو با ما باش، ما به تو پناه میدهیم، بدانید که پشت این پناه دهی ها یا پشت این حمایت ها سرخمی هست، بیچارگی هست، حتی برگشتن از دین است که این را امروز هم پیش از این روز هم مایان همه شاهد بودیم. و آنها آمده میگویند که ای محمد تو از این راحت برگرد و با ما باش، ما به تو پناه میدهیم، کسی تو را اذیت نمیدهد. ولی پروردگار میگوید ای محمد به سخن آنها گوش نکن، بگو قل انما ادعو ربی، من الله یگانم را پرستش میکنم، ولا اشرک به احد، کسی را به او شرک نمی آورم. هرچی شما مرا خریدنی شدید، هرچی شما مرا با بهانه یا گفتیم با فریب حمایت کردن به نزد خود گرفتنی شدید، من اصلا این راه خود را ترک نمی کنم و اصلا به او شرک نمی آورم. قل اینی لا املک لکم ضرا ولا رشدا. و به آنها بگو، به مشرکان، که من برای شما نه ضرر رسانیده می توانم و نه برای شما یک فایده. یعنی من ببخشید، رشد راه راسته، یعنی من برای شما فقط رساننده ای امر پروردگارم هستم. من شما را هدایت کرده هم نمیتوانم و من شما را گمراه کرده هم نمیتوانم. گمراه کننده و هدایت کننده در دست خداوند است که به کسی ظلم نمی کند. آن را که لایق هدایت میداند هدایت میکند، آن را که لایق ضلالت یا گمراهی میداند گمراه میکند. من باشم یگانه رساننده هستم و شما را هدایت کرده نمیتوانم. قل اینی لن یجیرنی من الله احد ولن اجد من دونه ملتحدا. سبحان الله. الله میگوید ای محمد به اون مشرکانی که میخواهند تو را خرند، تو را میخواهند به حمایه خود گیرند تا که تو از دینت دست کشی، تا که از عبادت پروردگارت دست بکشی، به آنها بگو اینی لن یجیرنی من الله احد، به جز الله کسی به من پناه داده نمیتواند.
بجز الله کسی به من پناه داده نمیتواند، کسی از من عذاب الله را دور کرده نمیتواند. این خداوند یگانه هست که عزت و ذلت به دست او هست. شما اگر مرا به حمایه گیرید، اگر پروردگار نخواهد که من در حمایه شما باشم، در یک لحظه خداوند مرا نابود میکند. کسی از عذاب الله مرا نجات داده نمیتواند. ولن اجد من دونه ملتحده، و من بجز الله هیچ پناهگاهی را پیدا نمی کنم و من جویای هیچ پناهگاه بجز الله نیستم و پشت پناه من الله یگانه است و من به نزد شما پناه طلبان نمی روم. یعنی این جوابی قاطعی تماما ناامید کننده به مشرکان را الله یگانه به پیامبرش میگوید که ای محمد، وقتی آمدند و به تو گفتند که تو زیر حمایه ما میشوی، از دینت دست بکش و آنها بگو که شما مرا از الله، اگر من از این راه هم گردم، شما مرا از عذاب الله نجات داده نمیتوانید. و این چونین من در ایمان و یقین خود استوار هستم. من بجز الله به کسی همچون حمایت طلب و پناه طلب نمی روم، به نزد کسی نمی روم. در دوامش میگوید الا بلاغا من الله و رسالاته و من یعص الله و رسوله فان له نار جهنم خالدین فیها ابدا. خیلی که پیشتر گفت و مشرکان بگو انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، من برای شما نه ضرر شما در دست من هست، نه راهی هدایت شما در دست من است. الا بلاغ من الله و رسالته، بجز اینکه من تبلیغ کننده، رساننده پروردگار هستم تا که گفته های الله را برسانم. و این یکی از دستور عمل یا گفتیم راهنماهای هر یک دعوتگر و هر یک نصیحتگر باید باشد. بعضی از خواهران سوال میکنن چگونه شوهرم را به راه راست ببرم، چی کار کنم که فرزندم را به راه راست کشانم، چی کار کنم که فلانی نصیحتم را گیرد. بنده همیشه مأمور هست تا که دعوت و نصیحت کند، اما مأمور هدایت کسی نیست. ما کسی را هدایت کرده نمیتوانیم و برای این به ما دلیل ها از زندگی پیامبران است. حضرت نوح فرزند خود را هدایت کرده نتوانستند، دعوت کردن هدایت کرده نتوانستند. حضرت لوط همسر خود را، زن خود را هدایت کرده نتوانستند. ابو طالب با آن همه حمایتی که پیامبر را کرده بودند ولی اسلام نآوردند. از اینجا از ما فقط نصیحت و رساندن است. نتیجه آن به دست پروردگار است که من فلانی را هدایت کرده نمیتوانم. هدایت ما و هدایت دیگران به دست الله است و فقط از ما رسانیدن است، تبلیغ است که چی میگوید الا بلاغ من الله و رسالته، بجز تبلیغ از طرف پروردگار، رساندن احکام پروردگار، وحی پروردگار. من شما را هدایت کرده نمیتوانم یا گمراه کرده نمیتوانم. و من یعص الله و رسوله فان له نار جهنم خالدین فیها ابدا، و هر کسی که سرکشی کند از امر الله و پیامبرش، البته که او داخل آتش جهنم خواهد شد که ابدالآباد آنجا میماند. حتی اذا رأوا ما یوعدون فسیعلمون من اضعف ناصرا و اقل عددا. الله میگوید ای آنهایی که در دنیا مؤمنان را دست کم میگیرید، میگوید مؤمنان خیلی کم هستند یا اینکه موحدین خیلی کم هستند، مؤمنان خیلی زیاد هستیم. روز قیامت وقتی شما میبینید که چقدر مؤمنان عزیز هستند، چقدر اطراف آنها فرشته های پروردگار است، چقدر برای آنها پروردگار سرزمین به نام جنت آماده کرده است و شما چقدر خوار و ذلیل و بیچاره همه به هم دیگر نفرت میکنید. آن روز میبینید که من اضعف ناصرا، کی از جهتی کمک ضعیف است و اقل عدد و عددی کی کم هست. آره در دنیا الان عددی
فاسقان، گمراهان، آنهایی که میخواهند به هر راه مردم را از دین نه از انسانی بیرون کنند زیاد است. مگر نمیبینید سران دولت ها را، چه اروپا باشد چه آسیا، تقریبا پیدا نمیکنید یک نفر خدا ترس صالح را که در بالا در کرسی باشد. از آن پایانتر ببینید تمام مؤسسه ها را، سبحان الله، تمام دانشگاهی به نام مشهور را، تمام جایهای دمگیری را همه به دست فاسقان. کارخانه نمی دارید که یک فاسقه را در کرسی ببینید، به جای نمی روید که یک فاسقه در آنجا در بالا باشد. الان گمان میکنند تعداد انسانهای صالح خیلی کم هستند، اینها بیچاره هستند. حتی در دولت مسلمان یک زن محجبه که حجاب کامل دارد، یک مردی که آن طبق سنت پیامبر ریش دارد و لباس دارد، بیچاره هست. کجا رسد دولت‌های غرب و دولت‌های غیر اسلامی؟ ولی الله به ما میگوید آن روز، روز قیامت، میبینید بیچاره کی هست. آن روز میبینید که بیکس که هست. آن روز میبینید که کم کس که هست. آن روز مؤمنان زیاد هستند. آن روز موحدین زیاد هستند. آنها قوت دارند و بیچاره شمایان هستید که فاسقانی که دنیا را به آخرت شما اختیار کردید. گفتید به ما آخرت لازم نیست، ما از همان انسان های ماده پرست، لیبرال یا میگن چیزی دیگر که فقط هرچی رو میبینیم به آن باور داریم. آن روز میبینید که چقدر خوار و زار و بیچاره هستید. در دوامش الله میگوید قل این ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا. همیشه مشرکین در مکه میپرسیدن که ای محمد بگو آن قیامتی که تو ما را با آن میترسانی کی فرا میرسد؟ بگو به ما که کی آن روز می آید که اینقدر از آن روز تو ما رو یادآور میشوی. الله به پیامبرش میگوید به آنها بگو من نمیدانم که آیا آن روز نزدیک است یا اینکه پروردگار برای آن روز هنوز مهلت های گذاشته است. به این که من پیامبرم، من نمیدانم که آن روز کی می آید. شاید زود، شاید هنوز وقت است. یعنی از آمدن یا از تاریخ روز قیامت حتی به پیامبران و حتی به بهترین پیامبران محمد صلی الله علیه و سلم هم پنهان بود. در دوامش الله میگوید عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا. پروردگار عالم غیب می باشد، داننده غیبیات. غیبیات هر چیزی که از چشم ما پنهان است، چه از قبر و چه از جنت و دوزخ باشد، چه از عالم جن و از عالم فرشته ها باشد، چه از اخبار آسمان های دیگر و زمین های دیگر باشد. عالم الغیب یگانه الله هست که به غیب، آن چیزی که از چشم ها پنهان است، از فردا و از قدر و از دیگر چیزها با خبر است. فلا یظهر علی غیبه احدا. و کسی را به غیب، به عالم غیب پروردگار خبردار نمی کند. ولی در دوامش استثناء می آید، یعنی یک گروه هستند. الله می گوید إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه و من خلفه رصدا. بجز پیامبرانی که الله از آنها راضی است و قسم از عالم غیب را برای پیامبرانش آشکار کرده است، چگونه که پیامبر صلی الله علیه و سلم در شب معراج از عالم غیبی که به یگان از انسانیت از آنجا خبری نیست، از قبضهای آسمان، از درخت سدرت المنتهی، از جنت و دوزخ، از اینها آگاه شده بودند. یا اینکه حضرت عیسی علیه السلام و انبئکم بما تأکلون و ما تدخرون فی بیوتکم، به بنی اسرائیل میگفتند که من میدانم که شما چی میخورید و در انبارهایتان چی چیز را ذخیره کردید. الله به من خبر داده است. بعضی از غیبیات ها را الله میگوید من به پیامبرانم خبر دادم. یعنی پیامبران هستند که از غیب میدانند، اما از ستاره شناس و از دیگر جادوگرهایی که غیب میداند خیلی گفتیم اینها از طریقه شیطان و جن کار میکنند که کارشان هم کفر است و خودشان هم کافر هستند. در دوامش چی میگوید؟ یسلک من بین یدیه و من خلفه رصدا. و الله این پیامبرانش را هم از طرف
پشت، هم از پیش، هم حتی از چپ و از راست در حدیث آمده است که با فرشته ها نگه می دارد. در بعض روایت ها آمده است که هر بار که وحی از آسمان به نزد پیامبران می آمد، همراه جبرائیل 4 فرشته دیگر آن وحی را از تمام جن و شیطان حفظ کنان به پایان می آمدند و الله می گوید من پیامبران خود را با فرشته ها از تمام جن و شیطان محافظت میکنم و آنها اصلا سخن شیطان را سخن الله گویان به مردم یاد نمیدهند. در آخران آیت الله میگوید لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم و احاط بما لدیهم و احصا کل شیء عددا، تا که همه پیامبران بدانند که هر پیامبری که می آمد رساله پروردگارش را فرموده و وحی پروردگارش را می رسانید، یا اینکه تا همه انسان ها شما بدانید که پیامبران آن چیزی که از طرف الله نازل می شود آن را همگی می دانند. بعضی از علما میگن اینجا لیعلم به الله هم برمیگردد تا که الله بداند، یعنی الله می داند باز مشاهده کند آن چیزی که پیامبران از طرف الله آمد رسانیدند و احاط بما لدیهم و خداوند هر چیزی که در نزد پیامبران و فرشته ها هست، رسانیدن وحی ها هست و آن علمش احاطه می کند، آن را همش را می داند و احصا کل شیء عددا و شماره هر یک چیزی که زیاد و کم، خرد و کلان در دنیا هست، از قطره های باران شروع کرده تا عدد برگ های درختان تا تمام موجودات با عددش و این چنین تا اعمال های هر یک ما از خرد و کلان پروردگار از آن آگاه می باشد. این بود الحمدلله آخری سوره جن که با همین شکر پروردگار ما سوره جن رو هم به آخر رسانیدیم و قسم از تفسیر قرطبی 19 و 20 رو تمام کردیم که الله نصیب کرده باشد. شروع میکنیم از کتاب دیگر درس آینده.